با کل شما سلام دوستان عزیز. برنامه نوبتی ترانسفر در عمل را با فراگیری جالبترین گزارش‌های زمستانه ترانسفری در همین دقیقه ها منظورتان میکنیم. با شروع سخن سر انجامدهی ترانسفرهای زمستانی به طور رمزی نخست از دسته‌های پولدارترین میگوییم. اینجا البته گپ سر منچستر سیتی می رود که این نوبت نسبت خریداری نیم حمایتگر 17 ساله فلامنگو ماتئوس فرانسا بر عوض 100 میلیون یورو کمری همت بستنی است. ماتئوس فرانسا 17 ساله این حال تحت نظر جدی ابردستای اروپایی قرار داشته در تیم فلامنگو پیشتر از همه در خصوص پرمهارت بودن بازیگر خودی درک دادند و از این رو در شرطنامه‌اش ارزش ارزنده را هم جای کردند. همکنون سیتی، رئال و بارسا باید تلاش بیشتری به خرج دهد تا در خریداری نگین نوبتی برزیلی در تاز شوند. فرانسا تا به حال در صف تیم جوانان فلامنگو برآمد می‌کند، اما باید شهری‌ها در این راستا سوداکاری زیرکانه را به کار برند تا که در خریداری این جوان پیشدستی کنند. به همگان روشن است که برزیلیا تامین کننده اصلی فوتبال بازان ماهر و تاریخ ساز بوده. ابردست‌های اروپایی پیش از همه چشم به بازار آمریکای جنوبی علامه کنند. همزمان رئال و لیورپول نسبت حمله‌ور 15 ساله پالمیراس اندریک توجه کردند. اندریک فرصت‌های اخیر مهارت خود را در میدان‌های فوتبالی بر اعلی نشان داده. چند پیش 2 گل زیبایی را در بازی چمپیونات جوانان سان پائولو به ثمر رسانیده بود. فوتبالباز جوان 165 گل در 169 بازی‌های دسته‌های مختلف پالمیراس وارد دروازه‌های حریفان نموده، با همین توجه ابردست‌های اروپایی را نسبتش جلب نمود. در میان چنین اشتیاقمندان نه تنها مادریدی‌ها و مرسی سایدهایند، بلکه همچنین بارسلونا، منچستر یونایتد و منچستر سیتی مشاهده می‌شوند که در خصوص گزارش اندریک گفت و شنیدها دارند. ریختن بمب نابهنگام روانی به سر لواندوفسکی باشد آن شد که جانب رهبریت باواریا قرار کرد که به حمله‌ور گل آفر لهستانی شرطنامه به 1 سال دیگر پیشنهاد میکند و به خاطر پایداری آینده درخشان کلی توجه بود و نبود را نسبت ارلینگ هالند روانه میکند. حمله‌ور بروسیا دورتموند ارلینگ هالند با همین واریانت نوع ادامه مسند ورزشی را در خود بوندسلیگا پیدا نموده. طبق معلومات سپورت بیلد آلمانی نسبت نفر رخشان نروژی باواریا چنین نیت کرده است. میونخنی‌ها با چنین نقشه نابهنگام خویش در تمدید کنی دور به دراز شرطنامه با روبرت لواندوفسکی با وجود سن سالش شبهه پیدا نموده. در این برابر وقتی تمدید کنی شرطنامه با روبرت لواندوفسکی دچار مشکل هم شده است. قرارداد فعلی لهستانی 33 ساله تابستان سال 2023 به اتمام رسیده. رهبریت تیم میونخینی میخواهند آن را تنها به 1 سال دیگر تمدید کنند. چون این قرار به سیاست باشگاهی نسبت بازیگران سن سالشان از 30 سال بالا در نظر داشته شده است. همزمان تمدید کنی شرطنامه به 1 سال دیگر را در صف باواریا دروازه‌بان مانوئل نویر و حمله‌ور توماس میولر هم راضی شدند. شرطنامه کاری آنها هم در تابستان سال 2023 مهلت انجام دارد. بازیگر لهستانی باشد بران است که رهبریت باشگاه باید دستاوردهایش را به نظر گرفته همزمان به کم‌کنی معاش سالانه هم راضی نیست، در حالی که نیت دارد 24 میلیون یورو سالانه به دست آورد. محض از همین جهت میونخنی‌ها در تلاش دعوت ارلینگ هالند به صف باواریا شدند، چیزی که ریختن آبی سرد بالای لواندوفسکی و قضیه‌های دردآورد اطراف راموس را با رئال به یاد بازیگر لهستانی می‌آورد. در خصوص اعلان شدن توافقنامه برای اجاره فیلیپ کوتینیو میان بارسلونا و استون ویلا الکی سنه 7 ینور خبر داده بودیم، ولی عین حال باشد دسته از شهر بیرمینگم در سامانه رسمی خویش کوتینیو را معرفی نموده. نیم حمایتگر برزیلی در صف شیران تحت رقم 23 برآمد خواهد کرد. بازیگر 29 ساله بارسلونا همچنین با تلویزیون باشگاهی تیم نو انگلیسیش مصاحبه انجام داده. میگوید من خیلی خوشنودم و از بودن در اینجا حلاوت میبرم. این باشگاه عالی است و ما با استیون جرارد درباره نقشه‌های باشگاهی و انتظارهای خصوصی بسیار حرف زدیم. چگونه که معلوم است در تیم استیوی جی کوت میتواند سنه 15 ینور بر مقابل امیو وارد میدان شود. یادداشت میکنیم که کوتینیو به صف استون ویلا تاریخ اجاره مهلتش تا آخر موسم پیوسته. نیم حمایتگر برزیلی حتی با کم‌کنی معاشش راضی شد، چیزی که شرط اساسی شیران بوده. همچنین به بارسلونا امکان داد که در فرصت‌های اجاروی به برزیلی معاش نپرداخته واسطه‌های پولیش را
احتیاطکاری نماید. خلاص که با بازگشت دیگر بارش دارنده جام ایتالیا، 2 کرات غالب لالیگا، مالک 2 کرات جام شاهیگری اسپانیا، مؤلف تریبل در آلمان و نفر پیروز در کوپا امریکا 2019 به انگلیا صحیفه نو را در مسند ورزشی خود ورق گردان می‌کند. سابق سرمربی نورویچ سیتی انگلیا دانیل فارک وظیفه سرمربیگی باشگاه کراسنودار روسیه را بر دوش میگیرد. در این باره اسکای گرمانی خبر نشر کرد. به اطلاع منبع متخصص با باشگاه نوش شرطنامه 2 ساله بسته است. یادآور میشویم که فارک ماه نوامبر سال گذشته وظیفه سرمربیگی نورویچ سیتی را ترک کرده بود. متخصص آلمانی از سال 2017 این جانب دسته را رهبری میکرد. مربی نورویچ را 2 مرتبه از دیویزیون دوم انگلیا چمپیونشیپ به پرمیر لیگ انگلیا برآورده بود. کراسنودار باشد بعد برکناری متخصص بلاروسی ویکتور گونچارنکو روز 5 ژانویه تا حال بدون سرمربی مانده است. طبق خبر اسکای اسپورت ایتالیا، اگر دسته یوونتوس حملگر زینیت سردار اوزمون را به دسته جلب کردن نتواند، پس از پی دعوت حملگر بارسلونا ممفیس دیپای می شود. قبلا خبر داده شده بود که زینیت از باشگاه شهر تورین برای اوزمون 20 میلیون یورو طلب کرده ایستاده است، اما به اندیشه تورینیو او به این قدر مبلغ نمی ارزد. این زمان دسته‌های دیگری و مثال نیوکاسل یونایتد و لیون برای خریداری سردار اوزمون به زینیت 6 میلیون یورو پیشنهاد کرده ایستادند. در موسم جاری فوتبالباز ایرانی در 21 بازی در تمام مسابقات 10 گل زده 4 پرتافت گل آور کرده است. شرطنامه اوزمون باشد با باشگاه فعلیش در آخر موسم به اتمام میرسد. ترانسمارکت ارزش بازار این فوتبالباز ایرانی را 25 میلیون یورو ارزیابی کرده است. همزمان باید که دیگر باره از وضع ناجوری رونالدو در انگلیا گفت و این نوبت باشد کار با جهت‌های منفیش تماما رنگ دیگر گرفته است. رونالدو میتواند شامی بارسلونا شود و خود بازیگر پرتغالی از اگنت خود خواستار شده است تا برایش دسته نو بیابد، می‌نویسند وسایل اخبار اوما. حمله‌ور منچستر یونایتد کریستیانو رونالدو به اگنت جورج مندش رسانیده است که دسته فعلی با وجود تغییرات ناروشن کادری و برآوردن قرارهای تکنیکی او را ناراحت کرده است. اطلاع می‌دهد نشریه اسپورت. غیر از این رونالدو به همگان روشن کرده است که برای اگنتش کوفتن تیم نو در آن صورت به میان میآید که اگر تیم منچستری سیاست پیش گرفته‌اش را تغییر ندهد. آمدن رالف راگنیک به قسمت سرمربیگی منچستر یونایتد برقرار شوی تبدیل را به دست نآورد. مربی آلمانی باشد در نوبت خود می‌خواهد هیئت را مختصر نماید، اما در رفت عملی کنی این روند او علاقه ضروری را با پیشوایان دسته در اتاق لباس عوض کنی پیدا کردن نتوانست. یکی از چنین نفران ناراضی البته کریستیانو رونالدو می باشد. مناسبت اگنت رونالدو جورج مندش را با راهبران فعلی بارسلونا و اشتیاق امضاکنی شرطنامه با پرتغالی را از جانب تیم کاتالانی به نظر گرفته، احتمال است که رونالدو در تیم اسپانی ادامه مسند ورزشی میکند. کریستیانو رونالدو 36 ساله در موسم جاری 21 بازی در صف MU گذرانیده 14 گل و 3 پرتافت نتیجه بخش با آمار گرفته است و این هم در حال است که در بازی اخیر جام انگلیا دسته منچستری استون ویلا را بدون اشتراک رونالدو دچار شکست نموده بود. به طور رسمی حمله‌ور لوکوموتیو مسکو فیودور سمولوف شرطنامه کاری با دیناموی مسکو امضا نموده با همین به تیم اولیه خود بازگشتی تاریخی انجام داد. نخستین بازی رسمی خویش را باشد فدیا در صف دینامو چون هنوز سال 2007 برگزار نموده بود. رایوهانچیان به این گزارش سمولوف چنین سخنهای خیربادی را ارزانی داشتند و فیودور برای بازیش تشکر گفته کامیابی نو ورزشی را برایش در آینده خواهانم گفته می شود در پیامک رسمی سامانه لاکا. پیشتر باشد اطلاع داده می شد که بهر گزارش به صف دینامو سمولوف به کمکنی معاش کاری هم راضی شده است. در لاکا باشد این عمله‌ور سالانه 13 میلیون یورو معاش می گرفت و دینامو باشد در نوبت خود از برای گزارش سمولوف قریب 10 میلیون روبل پرداخته است. در همین موسم حمله‌ور 22 بازی در صف لوکوموتیو در همه مسابقه‌ها گذرانیده 7 گل هم زده است. در عموم باشد فیودور سمولوف در صف رایوهانچیان از ماه آگوست سال 2018 هنرنمایی نموده صاحب آمار 95 بازی و 29 گل است. در همین فرصت‌ها این حمله‌ور با لوکوموتیو 2 مراتب جام کشور و یک بار دیگر دارنده سوپر جام در وطن شده، همچنین مدال‌های نقره و برنجی چمپیونات روسیه را به گردن آویخته است. پس از رسما انجام شدن گزارش ترانسفری فیودور سمولوف از لوکوموتیو مسکو به دیناموی مسکو، همکنون مرحله نو در مسند ورزشی بازیگر منتخب روسیه آغاز می شود.
کینگسلی کامان رسما شرطنامه نوین مهلت کاریش تا سال 2027 با باواریا نوشته کرده با همین آینده خود را به تیم میونخینی سربسته کرد. بازیگر فرانسوی به صف باواریا هنوز تابستان سال 2015 طریق اجاره از یوونتوس گزارش نموده بود و سپس با حق خریداری 25 میلیون یورو بازیگر کامل حقوقی جانب تیم میونخینی گردیده بود و تا به حال در باواریا هنرآزمایی دارد. در موسم جاری نیم حمایتگر فرانسوی صاحب آمار 5 گل و 2 پاس گل‌آور در 17 بازی‌های باواریا میباشد. بازیگر قریب 40 ساله و یا خود به قول مردمی بابای ژیرکوف به حیث فوتبالباز آزاد به خیمکی گزارش نمود و در این باره اعضای شورای دیرکتوران باشگاه فوتبال خیمکی رومان تریوشکوف وقت امضاکنی شرطنامه کاری با این فوتبالباز 38 ساله اطلاع داده است. 5 دقیقه قبل گفت و شنیدا با ژیرکوف را خاتمه دادیم. یوری ولایت مسکو را انتخاب کرد. شرطنامه به نیم سال و با امکان تمدید کنی به 1 سال دیگر امضا نمودیم. نتیجه های معاینه طبی ما را پورا قناعتمند کردند و بازیگر نو ما به جمعیت‌های تمرینی می رود، گفته است تریوشکوف وقتی صحبت با خبرنگاری سامانه چمپیونات اندری پانکوف. یادآور میشم که باشگاه اخیر ژیرکوف 38 ساله زنیت سنت پترزبورگ بود که در این تیم پیتری ژیرکوف میان سالهای 2016 و 2021 برآمد نموده است. همچنین حمایتگر در طول مسند ورزشی در صف تیم‌های چون سسکای مسکو، یک مدت در چلسی لندن، انژی مخچقلا و دیناموی مسکو نیرو آزمایی کرده است. همکنون باشد یوری ژیرکوف در دم 38 سالگی تلاش به خرج می‌دهد که به چرفچنکوی تاجیکستانی در خیمکی بهر دسترسی به نتیجه‌های بهتری ورزشی دست کمک دراز کند. دوستان عزیز، این بود فرجام برنامه ترانسفر در عمل، سرشار از گرمترین و جالبترین مطلب‌های فوتبالی از کار بازارهای تابستانه ترانسفری سال 22. باقی تنسیت و پیروز باشید.